گوشتین ملی رو بیشتر هم تلقین میکند و شاگردانش فهمونید که مساوی البته توفه هست، بله اما توفه آنقدر سزاوار و پررنی نیست. بله بله چون انعنه عرف و عادت تاجیکانه خود گفتیم در این باره. شاهیده از سبب اینکه حریف نیفتن از بانوان مجبور شد با پسران خوازمایی نماید. از 6 نفر پهلوان پسری که با خاطر به خوازمایی شاهیده برآمدن، شاهیده قلندر و خودی همین پهلوان را انتخاب کرده با اون خوازمایی نموده ایستاده است. نه برای نامناسب پهلوان خیلت سفیدشتر رو نمیدونم، اما این ورزشگر از شهر کولوب است. در دهه 40 از شاهیده قلندر و شکست خورده بود. مذارت نه، از در دهه دهنه، اما اینجا در دهنه. بله و اینجا اکنون قصی ناکامیش را ستانید. بله ورزشگری شهر دوشنبه شاهیده قلندر را شکست داد. یک بار دیگر رجوع میکنیم به این حالت. خیلی هم خوب داور از شهر کولوب با این پرتافت هم حلال بهاگذاری کرد و نیروسنجی باز هم دیگر پهلوانان را مبادیانده که شرح خواهیم داد. توجه میکنیم اکنون بر رفت